سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف به 18 سال زندان محکوم شد. یکی از یاران عزت امان که در روسیه گم شده بود در تاجیکستان یافت شد ولی در سزا. هلاکت 8 نفر بر اثر سوختار در یک هاستل در مسکو. تاجیکستان به مؤسسه های مربوط به آقاخان فشار آورده ایستاده است. فضیلت رحیم نشر کتاب درباره رحیم غرمی. 2 صدمه مرگاور در تقایق و زد حلال و دزدی از شرکت دیزاینر و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 29 ایول سال 2022 مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف عمده در تاجیکستان ممنوع اپوزیسیون تاجیک را به 18 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش تا کنون درباره با چه جرمی به چنین مدت طولانی محکوم شدن مسلم شیرزمانوف و حتی درباره بر اساس کدام ماده های کودکس جنایتی محکوم شدنش چیزی نمیدانند. علیم شیرزمانوف به پایگاه خبری بامداد گفت که مرافعه پرونده برادرش روز 29 ایول آغاز یافته الکی بعد چند ساعت با صدور چنین حکم سنگین به انجام رسید. غیر همان یک سلاحی که بعد بازداشتش در خانه مسلم پرتافتند و بعد گویا خودشان یافتند و مصادره کردند هیچ دلیل به ضد برادر من نداشت تفتیش شد، ولی روز مرافعه چند اتهامات دیگر را از هوا به نام او چسبانیدند و چنین حکم سنگین دادند. گفت علیم شیرزمانوف مقامات تا حال حکم مسلم شیرزمانوف را شرح ندادند. مسلم شیرزمانوف 56 سال داشته و در محله برخورق زندگی کرده. از افراد نزدیک به محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی این محله به شمار می رفت. در زمانی که باقر از نام اپوزیسیون فرمانده قسم نظامی مرزبانی در مرغاب تعیین شده بود، مسلم شیرزمانوف در اون قسم نظامی سردار ستاد بوده است، ولی او خیلی سال باز از خدمت حربی کنار رفته. وقتهای آخر یک شرکت خرد ساختمانی داشت و در تندرهای محلی اشتراک کرده با همین راه زندگیش را تأمین میکرد. مسلم شیرزمانوف روز 12 میلیون در روزهای سلسله بازداشت‌های چهره‌های بانفوذ خاروق به بازپرسی دعوت کرده به حبس گرفتند. این روزی بود که دو لیدر غیر رسمی محلی اوپیده شهر خاروق خورسند مزار و زاهر رجبوف هنگام بازداشت کشته شدند. ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 12 میلیون خبر داد که در جریان عملیات مخصوص در شهر خاروق 10 نفر از جمله مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی یک ائتلاف فعلا در تاجیکستان ممنوع نیروهای اپوزیسیونی نیز دستگیر شد. علیم شیرزمانوف در گذشته یکی از رهبران حزب مخالف سوسیال دموکرات از سال 2017 بلوچستان پناه آورده است. مقامات ماه مای چندین بار او را همراه با باقر، گنرال خولباش و همسر سابق این گنرال الفت خانم محمدشاه و به تشکیل و راهبری اعتراضهای خاروق و روشن ایبدار کردند، ولی شیرزمانوف این اتهامات را رد کرده و گفت مقامات به خاطر سفید کردن اعمال خود میخوان پای او و پیمان ملی را به حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان بچسبانند. نشریه انگلیسی زبان اوراسیان اورگ که مسائل اوراسیا از جمله تحولات آسیای مرکزی را پیگیری میکند روز 28 ایول سال 2022 در یک مطلب مفصل از تهدید فشار قرار گرفتن مؤسسه‌های مربوط به رهبر روحانی اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم خبر داده نوشته است که فشار در پی تعقیب ضد پیروان آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت میگیرد. مقامات تاجیکستان به سازمان‌ها و شرکت‌های تحت نظارت آقاخان فشار آورده ایستادند. آقاخان احسانکار مقیم اروپاست که پیروان مذهبی اسماعیلیت در پامیر او را رهبر روحانی خود مینامند. حمله به مؤسسه‌های آقاخان از چند سمت ادامه دارد. پامیر دیلی نیوز تلگرام کانالی که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند اخیراً خبر داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان میخواهد اجازتنامه لیسه آقاخان را در خاروق بیکار کند. این لیسه مربوط به دانشگاه آسیای مرکزی است که از جانب شبکه رشد آقاخان مبلغ گذاری می شود. همین طور دیگر چاره‌بینی ها برای کودکان که از سوی ساختارهای آقاخان راه اندازی میشد با طلب قطع فعالیت زیر فشار قرار گرفتند. لاگرهای تابستانه برای کودکان را که نیز از جانب مؤسسه آقاخان مبلغ گذاری میشد پوره بستند. کارمندان دانشگاه آقاخان در خاروق ترس دارند که مقامات این مؤسسه را هم دولتی میکنند. نه اکادین و نه حکومت تاجیکستان هیچ کدام از این رویدادها را شرح ندادند، ولی مؤسسه‌های تجارتی مربوط به آقاخان نیز از فشار درک دادند. کارمندان این شرکت‌ها به شرط فاش نکردن نامهایشان خبر دادند که بانک یکم خرد مولوی و شرکت علاقه موبیلی اتصال موردهای سنجش‌های
نوگهانی قرار داده شدند. در سالهای آخر موردهای فراوان غصب شرکت‌ها از جانب افراد مربوط به عائله پرزیدنت امامعلی رحمان و شخص‌های نزدیک به او مشاهده شده است. منابع در داخل شرکت‌ها مربوط به آقاخان طرز دارند که هدف سنجش‌های اخیر گویا پیدا کردن کمپرامات‌هایی است که می توانند زمینه را برای تکرار بعد چنین سناریو یعنی غصب بعدی این شرکت‌ها فراهم سازد. احتمال غالب ریشه در تلاش‌های اخیر رژیم امامعلی رحمان جهت تحکیم نظارتش بر ولایت مختار نوآرام بدخشان دارد. اکثر اهالی این ولایت از نگاه مذهب پیروان آقاخوانند. تعقیبات حکومت که ماه مای آغاز شد باعث بازداشت دهها نفر و کشتن 3 لیدر غیر رسمی این ولایت محمد باقرов، خرسند مزارov و زهیر رجبov شد. لیدر دیگری غیر رسمی این منطقه طالب ایونبکov ماه ایون به حبس انداخته شد. اکد این شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان سالهای 90 بعد صاحب استقلال شدن این جمهوری به فعالیت آغاز کرد. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بر اینند که در دوران جنگ شهروندی سالهای 90 که راههای اساسی به این ولایت بسته شده بود، محض آقاخان مردم بدخشان را از سخت‌ترین فلاکت بشری گرسنگی نجات داد. از آن زمان به بعد اکد این فعالیت‌هایش را در تاجیکستان به حدود خیلی فراتر از لایحه‌های بشری گسترش داد و حال و فعالیت‌های ساختارهای آقاخان ساحه‌های معارف، تندرستی، انرژتیک، کشاورزی، بانکداری، مخابرات را نیز فرا می‌گیرند. ساختارهای آقاخان عملاً بزرگترین کاردهنده در این ولایت مختار سخت محروم از جای کار و امکانات‌های اقتصادی به شمار می‌رود. رهبر روحانی اسماعیلی‌ها شاهزاده کریم آقاخان چهارم بار اول سال 1995 از پامیر تاجیکستان بازدید کرد. این روز را در اینجا همچون روز نور جشن می‌گیرند. پیروانش هر سال به شرف زادروز آقاخان نیز تنتنه‌ها برپا می‌کنند. این نوروزگی مقامات رسمی دوشنبه را به بار آورده است، چون که آنها پرستش شخص پرزیدنت امامعلی رحمان را به راه ماندند و در رسانه‌های رسمی نام او را با علاوه پاره عنوان رسمیش اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت به زبان میگیرند. آقاخان بار آخرین هنوز ماه اپریل سال 2012 از تاجیکستان بازدید کرده بود. از آن به بعد ساکنان پامیر چندین بار امید داشتند که او را در مراسم افتتاح چندین انشاءات با پول وی ساختش از جمله در کشاده شوی دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق ببینند، ولی ظاهرا حکومت تاجیکستان در نهایت امر مانع سفرهای او شد. بعد تعقیبات امساله در ولایت مختار کوهستان بدخشان رمزهای بخشیده به آقاخان را برچینده ایستادند. از جمله اخیراً یک یادگاری از سنگ ساخته شده با رمز مذهبی اسماعیلی و با مدح و ثنا به آقاخان را از یک کوه کنار خاروق برچیندند. یک همکار پیشین عزتمان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امامعلی خالوف 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردن او به ما معلوم نیست. مقامات شرح نمیدهند، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. خالوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاده است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او از بازداشتگاه کورسک بی‌درک شده است. دلارام بای محمد و همسر امامعلی خالوف روز 29 ایول به رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رسانیده است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفته است که چگونه. یک نفر از بازداشتگاه دوشنبه آزاد شد و خبر شوهرم را رساند، وگرنه نه در تاجیکستان و نه در روسیه کسی نمیگفت که او در کجاست. کوشش داریم که به او وکیل مدافع کرو کنیم. ادوکات‌ها با شنا شدن سندهایش از حمایت دست میکشند، گفت خانم بای محمدووا. همسرش افزود امامعلی خالوف به دعوت عمومی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از رسانه‌ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمیدهند. امامعلی خالوف را پلیس روسیه 26 مای امسال در ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرچشینسکی به دادستانی همین نویه گفته بودند که امامعلی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه دنغره حفیظ‌زاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد است. امامعلی خالوف 30 سال و زاده نویه دنغره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری و رضاکار بود و در عهد پاندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده کمک کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکز تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و
تهدید قرار گرفتند. بختیار جمعیف، سهراب جهان و حسین ایشانقلوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانش در داخل کشور شکایت کرده بودند. محمد خان ایگاموف، یک همکار عزت امان که با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار میشد، با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد شده است. یک کارمند دادگاه اسماعیل سامونی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت پرونده محمد خان ایگاموف با ماده 247 قسم 4 بررسی گردیده و او پس از پرداخت ضرر رسانیده و جریمه رها شد. به گفته منبع، مرافعه آخران در اول ماه ایول صورت گرفت و پیوندان ایگاموف در آن اشتراک داشتند. او درباره حجم مبلغی که ایگاموف سپرده است معلومات نداد. برخی از حقوقدانهای سازمان پیشین مرکز تاجیکو میگویند پرونده محمد خان ایگاموف مانند پرونده عزت امان بود و او هم امکان با جریمه رها شدن را داشت، ولی مقامات به هر بهانه نگذاشتند که او 232 سامانی جریمه را پرداخت کند. در دو بحث جداگانه دادگاهی او را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات دادگاهی تاجیکستان تا هنوز این پهلوی قضیه عزت امان را شرح ندادند و طور حقوقدانها میگویند سیستم دادگاهی تاجیکستان به قضیه ها برخورد دوگانه دارد. همکارانش میگویند پرونده عزت امان سیاسی بود. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. شب 29 ایول سال 2022 بر اثر سوختار در یک هاستل در کوچه الماتینسکایا در جنوب شهر مسکو 8 نفر به هلاکت رسیدند. داستانی مسکو با نشر عکس‌های زیاد و ویدیوها از جای حادثه خبر داد که به تفتیش این حادثه فاجعه بار آغاز کرده است. در این هاستل اساسا مهاجران کوری زندگی می‌کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که نمایندگانش را برای معلوم کردن جزئیات به جای حادثه فرستاده است. آنها باید از جمله معلوم کنند که آیا در این فاجعه شهروندان تاجیکستان نیز آسیب دیدند یا نه. برای هماهنگ ساختن فعالیت مقامات حفظ حقوق، معاون دادستان شهر مسکو ویکتور مالیوکوف قرار داشته در جریان تفتیش باید سبب این حادثه و تا کجا رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری هنگام سوختار تفتیش خواهد شد. دادستانی گفت شرکتی که امور این هاستل را پیش می‌برد قبلا برای رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار طبق قسم یکم ماده 20 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه علیه جزا گرفته بود. در رابطه با سوختار پرقربانی شب 29 ایول، دادستانی پایتخت روسیه بر اساس قسم 3 ماده 238 کودکس جنایتی روسیه با اتهام خدمت رسانی‌هایی که جوابگوی طلبات بی‌خطری نیست و باعث مرگ بیش از 2 نفر شده است پرونده جنایتی گشوده است. به مسئولان هاستل در صورت ثابت شدن گناهکاریشان بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. صدبرگ باقی و خبرنگار تاجیکی که سالهای طولانی در روسیه کار و زندگی کرده است در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که درباره عبدالرحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی صاحبکار دست به خیر تاجیک با نام فضیلت رحیم کتاب نوشته آن را به تازگی از چاپ برآورده است. صدبرگ باقی و نوشت در این کتاب برداشت‌هایش از صحبت‌ها با رحیم باباجانوف در روسیه گرد آورده است. صدبرگ باقی و می افزاید در کتاب سخن درباره نخستین فعالیت و با کار تامین کردن ده‌ها هموطنان در مرکز سودای پلنت ادژدا ایوبوف شهر نوسیبیرسک در سالهای 2013-2014 آوان بچگی و مکتبخوانی، شجره اولادی و سفر ما از روسیه به زادگاه رحیم، منظره های زیبای دیار و اندیشه های نخستین معلمان رحیم، همسایه ها، همکاران و خیر و احسانکاری های باباجانوف در سالهای دشوار کووید 19 در روسیه و تاجیکستان می رود. عبدالرحیم باباجانوف 4 مارس سال 1979 در روستای پاچه پایان ناحیه رشت در عائله محب الله باباجانوف رهبر سابق یکی از خواجگی های دره کمراب این ناحیه به دنیا آمده در برابر به بلاغت رسیدنش به روسیه رفت و آنجا به صاحبکاری مشغول شد. رحیم غرمی تجارت خود را از سودای پایافزال در بازار شهر نوسیبیرسک آغاز کرده بعد چند سال شبکه‌های مغازه‌هایش را با نام پلنت ایوبوف در نوسیبیرسک و چندین شهرهای دیگر روسیه تأسیس داد. به دنبال او شبکه‌های مغازه‌های پلنت ادژدا را در چند شهر روسیه تأسیس داد و یک بازار را خریده به فروشگاه معاصر تبدیل داد. رحیم غرمی در نتیجه تفتیش‌سازی‌های رقیبانش سال 2021 از شهروندی روسیه محروم کرده شده از این کشور اخراج شد و به وطن برگشت. رحیم غرمی با دست خیر خود مشهور بوده به صدها عائله نیازمند و همین طور به اهل هنر و قلم و به ورزشکاران تاجیک کمک میرساند. ماه ایول سال جاری قبل از سفرش به حج رحیم غرمی به 20 عائله نیازمند و همچنین به 2 شیرینکار مشهور بختیار رحیموف معروف به غریبشاه و گلبهار غفورova ستاره سابق استودیوی خندین کمان خانه توفه کرد. در ویدیوهای نشر شده دیده میشد که رحیم غرمی به برخی نیازمندان معیوب حتی خانه های 2 خبته توفه کرده است. و حالا یک مرور کوتاه
به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. 27 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز ظریفوف موردین سال تولدش 1999 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در جماعت دهات زرحلال از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سیمچوب بتونی کنار راست را برخورده است. در نتیجه راننده ظریفوف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 28 ایول سال 2022 تخمین ساعت 17:40 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا عابدوف نوروزجان سال تولدش 1992 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهات تقایق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به چقوری تخمینا 20 متر چپ شده است. در نتیجه راننده عابدوف و مسافرش بیازووا نظیره سعیدونا سال تولدش 1982 ساکن شهر خوجند جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 23 ایول سال 2022 با راه پنهانی به کارخانه دیزاینر واقع در کوچه حسین زاده پایتخت در آمده لوازمات کامپیوتری را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 27500 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.